کجایش فکر کردید که اگر زامبیا حمله بکنن و برق و گازمون قطع بشه باید چیکار بکنیم؟ خب این داشمون یه منبع نور و گرمای بی‌پایان طراحی کرده که با روغن کار میکنه و واقعی کار میکنه. ولی برای اینکه مطمئن بشی باید دست به کار بشیم و خودمون بسازیمش. و به یه شیشه مربا نیاز داریم که قیمتش 8300 تومان. مال چه سالیه؟ مال سال 99. اول باید روی درش یه سوراخ بزنیم، بعد سوراخو به اندازه دلخواهمون گشاد میکنیم. یکم از این نخا لازم داریم که شبیه نخ پنبه است. یه مقدارشو برای خودمون برمیداریم، بعد اینجوری باید از ته بکنیمش توی کله تنابمون رو از سوراخ در رد میکنیم. بعد در همین حال اینجوری یه روغن مایع میاریم میریزیم توی بطری. حالا فقط کافیه که در شیشه مربامون رو ببندیم و صبر کنیم که تنابمون خیس بخوره. داره کار میکنه. این کار میکنه. اسمش چی هست؟ یه اسم براش تو کامنت ها انتخاب کنید.